یک زن همراهی دو دخترچش به نزد حضرت عایشه رضی الله عنها مادر مؤمنان آمد و خانه پیامبر صلی الله علیه و آله گفت که ما گرسنه هستیم، یگان طعام دید. حضرت عایشه میگه در خانه همگی 3 دانه خرما بود. 3 دانه خرما رو برآوردم دادم، یعنی به دخترچش 1 دانه، به این دخترچش 1 دانه، به مادرش 1 دانه. مادرش دخترچه ها خرماهای خوردن، مادرش خرمای دو کفو میکنه و نه به دهان میبرد که دخترچش مادر جان به من ده میپرسد، بعد به دخترش میده، نشه به این دخترش میده. حضرت عایشه از این رفتار زنک در حیرت میافتند، تعجب میکنند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به خانه برگشتن، حضرت عایشه این حادثه رو نقل کرد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اتعجبین من صنعها، تو از رفتار اون زنک در تعجب افتادی. قسم به نام الله به همون نصف خرما خودش را از آتش دوزخ خرید، نجات داد. یعنی همون نصف خرمایی که به بیگانه نه، به دختری خودش نفقه کرد، باید خودش میخورد به اونها داد، به سبب نصف خرما خود را از آتش دوزخ رها کرد. یعنی الله تعالی همین عملش پسند آمد و از قطار دوزخی ها بیرون کرد. به قول یک استادمون عجایبش در آن است که جبریل علیه السلام برای همین خوشخبر را دادن از بالای 7 قبض آسمان فرامد برای نصف خرما. یعنی یک آدمی که نصف خرما صدقه میکند چقدر منزلت دارد اگر به خاطر الله باشد.